شکار خفاش اولین مأموریت شکارچی خونسرد. برای دیدن امباپه و وینیسیوس باید پول بیشتر بدهید. تنها اکنون یک دفاع واقعی داریم. خوشحالم کسی دچار مصدومیت نشد. هانسی فلیک رقابت با رئال مادرید. هانسی فلیک رقابت با رئال مادرید. بارسلونا تیم بسیار با کیفیتی است. هیچکس دلتنگ امباپه نیست. لوهاور 1 PSG 4. سلام مجدد. لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید و در صورت رضایت هم کانال ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما را هم دریافت کنید. بایرن 4 اولم 0. شروع مقتدرانه کمپانی در آلمان. بایر مونیخ در دور اول مسابقات جام حذفی فوتبال آلمان با نتیجه 4-0 اولم را شکست داد. در آغاز فصل جدید بوندسلیگا بایر مونیخ در اولین دور جام حذفی مهمان اولم بود و موفق شد با 2 گل توماس مولر در دقایق ابتدایی بازی و گل‌های کینگزلی کومان و هری کین این تیم را شکست دهد و به دور بعدی مسابقات صعود کند. سلتا و اولین 3 امتیاز فصل لالیگا. سلتا ویگو اولین برد فصل 2024-25 لالیگا را 24 ساعت پس از شروع فصل جدید به دست آورد. مسابقات لالیگا روز پنجشنبه با بازی بین اتلتیک بیلبائو و خطافه و رئال بتیس و خیرونا آغاز شد که هر دو بازی با تساوی 1-1 به پایان رسیدند، اما 24 ساعت بعد سلتا ویگو در ورزشگاه بالایدوس اولین پیروزی در فصل جدید لالیگا را به دست آورد. این تیم جمعه شب موفق شد با نتیجه 2-1 دیپورتیو آلاوز را شکست دهد و بدین ترتیب فصل خود را با یک پیروزی هیجان انگیز 2-1 مقابل دیپورتیو آلاوز در سومین بازی از هفته اول لالیگا آغاز کنند. یونایتد 1 فولام 0. خرید جدید به داد تنهاک رسید. منچستر یونایتد در دیدار افتتاحیه لیگ برتر با گل یاشوا زیرکسی در دقایق پایانی فولام را 1-0 شکست داد. در دیدار افتتاحیه لیگ برتر انگلیس منچستر یونایتد و فولام در استادیوم اولترافورد به مسافی یکدیگر رفتند و در نهایت در حالی که شیاطین سرخ در آستانه کسب تساوی بدون گل بودند، یاشوا زیرکسی خرید جدید این تیم که به عنوان یار تعویضی به میدان آمده بود موفق شد دروازه فولام را باز کند و تیمش را به پیروزی برساند. هیچکس دلتنگ امباپه نیست. لوهاور 1 PSG 4. پاریس سن ژرمن در اولین بازی فصل جدید لیگ 1 فرانسه مقابل لوهاور به پیروزی 4-1 رسید. شاگردان لوئیس انریکه در دیدار افتتاحیه لیگ 1 فرانسه مهمان لوهاور بودند و در حالی که بازی تا دقایق پایانی 1-1 مساوی بود، پاریسی‌ها در چند دقیقه طوفانی موفق به کسب پیروزی 4-1 شدند. هانسی فلیک رقابت با رئال مادرید. بارسلونا تیم بسیار با کیفیتی است. اولین نشست خبری لالیگای سرمربی آلمانی بلوگرانا برگزار شد. از نظر هانسی فلیک بازیکنان بارسلونا کیفیت لازم برای رقابت با رئال مادرید در جام‌های مختلف را دارند. تیم‌های والنسیا و بارسلونا در دیدار از چارچوب هفته اول لالیگا اسپانیا فصل 2024-25 به مسافه هم می‌روند. هانسی فلیک سرمربی جدید بارسلونا در نشست خبری پیش از این جدال مهم در خصوص مسائل مختلف از جمله رقابت با رئال مادرید، اوضاع مصدومیت بازیکنان تیم، جدایی تییاگو آلکانتارا و غیره صحبت کرد. مشتاقانه منتظر بازی با والنسیا هستم. میدانم دیدار با والنسیا همیشه سخت است. بازی دشواری خواهد بود. آنها دوست دارند حمله کنند. بنابراین ما باید مراقب فضای بین دفاع و دروازه باشیم. تیم در بازی خوان گامپر خسته بود، اما امشب مطمئنم بهتر عمل خواهیم کرد. رقابت با رئال مادرید. بارسلونا تیم با کیفیت است، چه وقت توپ را در اختیار دارد و چه وقت بدون توپ بازی می‌کند. وقتی برنده می‌شویم همه خوشحال هستند و کار برای ما آسان‌تر می‌شود. ثبت قرارداد اولمو شرایط بدنی ایدئال را برای این بازی نداشت، چون او دیرتر تمریناتش را با ما شروع کرد. اوضاع پدری و گاوی. پدری ممکن است در نیمه دوم به میدان برود. گاوی نیز در تمرینات سخت تلاش می‌کند، اما هنوز نیاز به زمان دارد. تاریخ مشخص هم برای بازگشت فرانکی دیونگ به میادین وجود ندارد. تنها اکنون یک دفاع واقعی داریم. خوشحالم کسی دچار مصدومیت نشد. دالو، ماگوایر، مارتینز و مزراوی تحسین اریک تن هاگ را دریافت کردند. اریک تن هاگ و شاگردانش فصل را با برد آغاز کردند. منچستر یونایتد با تکل یاشوا زیرکسی مقابل فولام به برتری رسید. در دیداری که برونو فرناندز موقعیت‌های خوبی را هدر داده بود، شیاطین سرخ به لطف هری ماگوایر و لیساندرو مارتینز در 2 صحنه از دریافت گل نجات پیدا کردند. اریک تن هاگ که از عملکرد تیمش به خصوص در فاز تدافعی رضایت داشت، در پایان بازی گفت: تعویضی‌ها همیشه در فوتبال مهم هستند و دیدن اینکه یک تعویضی وارد زمین
میشد و گل پیروزی را زد خیلی خوب بود. همه میدانند که این بچه معناست. همه باید هر دقیقه آماده باشند. بازی کردن مقابل فولام همیشه سخت است. ما میدانیم که آنها چقدر خطرناک هستند، اما در دفاع خوب بودیم. پیروزی خیلی خوبی بود، اما من خوشحالم که مصدوم ندادیم. برای دیدن امباپه و وینیسیوس باید پول بیشتر بدهید. تصمیم عجیب باشگاه لاس پالماس. باشگاه لاس پالماس به دلیل بازی خانگی مقابل رئال مادرید از هوادارانش هزینه اضافه دریافت می‌کند. باشگاه لاس پالماس از همکنون آماده‌سازی‌ها برای بازی مقابل رئال مادرید را آغاز کرده است. این مسابقه روز چهارشنبه 28 آگوست در ورزشگاه گران کاناریا برگزار خواهد شد. باشگاه میزبان بلیط‌های این بازی را از روز جمعه به فروش گذاشته است تا از قهرمان فعلی لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا و همچنین قهرمان سوپرجام اروپا استقبال کند. این مسابقه که بازیکنان مانند امباپه، وینیسیوس و بلینگام در آن حضور دارند، توسط لاس پالماس به عنوان روز باشگاه نامگذاری شده است. بنابراین دارندگان بلیط‌های فصل این تیم نیز باید برای این بازی هزینه اضافه بین 70 تا 325 یورو پرداخت کنند. شکار خفاش اولین مأموریت شکارچی خونسرد. ترکیب احتمالی بارسلونا برای جدال با والنسیا. اولین آزمون تیم هانسی فلیک در مستایا آسان نخواهد بود. بارسلونا تحت هدایت هانسی فلیک اولین بازی لالیگای خود را در خانه والنسیا انجام می‌دهد. تیم‌های والنسیا و بارسلونا در دیدار از چارچوب هفته اول رقابت‌های فصل 2024-25 لالیگا اسپانیا به مسافه هم می‌روند. عصر بارسلونای هانسی فلیک امشب در استادیوم مستایا رسما آغاز می‌شود. استادیومی که پیروزی در آن برای هر تیم سخت است و بارسا مثل هر سال کار دشواری در خانه خفاش‌ها خواهد داشت. بارسلونا در حالی به والنسیا سفر کرده که دنیل مو خرید جدید آبی و ناری‌ها به دلیل عدم ثبت قراردادش در لالیگا قادر به بازی کردن نیست و چند بازیکن تیم هانسی فلیک از جمله گاوی و فرانکی دیونگ نیز به دلیل مصونیت غایب این مسابقه خواهد بود. ترکیب احتمالی بارسلونا در این بازی 4-3-3 خواهد بود که متشکل از تر اشتگن، کنده، کوبارسی، گارسیا، بالده، کریستنسن، کاسادو، گوندوگان، یامال، لواندوفسکی و رافینیا خواهد. پایبان بارسلونا در این بازی پدری، گاوی، رونالدو آراخو، فرانکی دیونگ، وانسو فاتی مصدوم و دنیل مو که قراردادش هنوز ثبت لالیگا نشده است خواهد بود. در 5 تقابل اخیر بارسلونا و والنسیا یک تساوی و 4 پیروزی نصیب بارسلونا شده است. در تاریخ رقابت‌های مختلف بارسلونا و والنسیا تاکنون 227 بار به مسافه هم رفتند. 111 بازی با پیروزی بارسلونا به پایان رسیده و 59 بازی نیز با برد والنسیا تمام شده است. 57 تساوی. در 227 تقابل قبلی بارسلونا 441 گل وارد دروازه والنسیا کرد، در حالی که این آمار برای والنسیا عدد 330 را نشان می‌دهد. بارسلونا در 10 تقابل اخیر خود با والنسیا تنها یک بار شکست خورده است. آخرین باخت بلوگرانا به خفاش‌ها به هفته 21 لالیگای فصل 19-20 باز می‌گردد، جایی که تحت هدایت کیک ستین با نتیجه 2-0 نتیجه را واگذار کردند. بارسلونا در 19 دیدار اخیر با والنسیا در استادیوم مستایا تنها یک بار شکست خورده است. سایت هو اسکورد این بازی را با نتیجه 2-1 به نفع بارسلونا پیش بینی کرده است و پیش بینی شما چه خواهد بود؟ نظرات خود را با ما شریک سازید.